به نام خداوند جان و خرد. رادیو مهر تقدیم می‌کند برنامه‌ای که در آن می‌شنوید صدای بارش باران بهار و احساس می‌کنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه اتان پرمهر. سلام و درود شنوندگان عزیز برنامه کاشانه مهر. اینجا رادیو مهر و من سعیده عبدالله‌زاده با برنامه کاشانه مهر با شما هستم. پدر و مادران گرامی، امیدوارم فرزندان عزیز شما شاد و سلامت باشند و خانه و کاشانه اتان همیشه آباد. بعضی وقتها ما پدر و مادران در رفتار با فرزندانمان به اشتباه راه می دهیم. یکی از این اشتباه ها این است که ما بدون در نظر گرفتن سن فرزندانمان از او انتظاری داریم. گاهی فرزند خود را بزرگتر از سن واقعی او می بینیم و گاهی هم برعکس فرزندمان را از سنش خردتر تصور میکنیم و با او برخورد نامناسبی میکنیم. مثلا گاهی از یک کودک 1.5-2 ساله انتظار داریم که شلوارش را تر نکند و اگر هم کاری کرد او را تنبیه سخت میکنیم. و گاهی هم از یک نوجوانی مثلا 13 ساله انتظار داریم که مشکلات سختی خانوادگی و عائلوی را حل کند یا از پدر و مادرش نگهداری کند یا حتی مانند خبرچین ها خبر بیارد برای ما. گاهی هم کاملا برعکس با یک جوان رشید 20 ساله مثل یک کودک 5 ساله رفتار میکنیم و همه کارهایش را زیر نظر میگیریم. کجا رفتی؟ کی آمدی؟ در اینجا فقط گفتنیم که فرزندان ما چه کلانتر باشند چه خردتر از آنچه که هست، اگر برعکس آن تصور کنیم اشتباه کرده ایم. متاسفانه بعضی از پدر و مادران مشکلات و مسائلی را که فکر ذهنشان را بند کرده است به کودکان منتقل می کنند یا در پیش کودکان با هم مشورت می کنند و آنها را می ترسانند یا ناامید می کنند. آنها با این کارشان گمان می کنند که کودک هم مانند آنان می اندیشد و موضوع را فراموش می کند، در حالی که این طور نیست. وقتی که به کودک خود می گویید من از دست تو خسته شدم، این کار 2 پیام دارد. اول اینکه عزت نفس کودک را به شدت پایان می آورد، چون تصور می کند که وجودش باعث رنجش پدر و مادرش شده است و در آینده با احساس گناه دچار می شود. دومی این که اقتدار و نظارت ها و مدیریت های شما زیر سوال می رود و کودک را درمانده و سردرگم می کند.
خلاصه مطلب این است که در رفتار و گفتارمان سن کودک و ظرفیت‌های او را در نظر داشته باشیم و فراموش نکنیم که او هنوز یک کودک است و باید کودکیش را کند و به مسائل سخت و دشوار او را درگیر نکنیم و نیز از طرف دیگر هنگام مناسبت با فرزند نوجوان یا جوانمان با او به اندازه سنش مناسبت کنیم تا عزت نفسش آسیب نبیند. همدیاران عزیز، همینجا صحبتمان را به پایان میبریم. همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.